روایتی غم‌انگیز از زندگی سیرینیواسا رامانوجان، نابغه‌ای که ثابت کرد جمع همه اعداد مثبت برابر با -1/12 است و فیزیک کوانتوم را نجات داد. سال 1913 نامه‌ای عجیب به خانه یکی از برجسته‌ترین ریاضیدانان جهان در کمبریج انگلستان رسید. نویسنده نامه جوانی هندی بود که میگفت فقیر است، هرگز به دانشگاه نرفته، اما فرمول‌هایی را کشف کرده که ادعا می‌کند پیام‌هایی از جانب خدایان هستند. این آغاز داستانی است که نه تنها دنیای ریاضیات را برای همیشه دگرگون کرد، بلکه یکی از غم‌انگیزترین روایت‌های تاریخ علم را رقم زد. سیرینیواسا رامانوجان نابغه خودآموخته‌ای بود که در فقر و بدون تحصیلات آکادمیک بزرگ شد و بخش عمده‌ای از پژوهش‌هایش را در انزوا در جنوب هند انجام داد. زمانی که 24 ساله بود، شروع به ارسال مجموعه‌ای از نامه‌ها به ریاضیدانان برجسته کرد که اغلب نادیده گرفته می‌شدند، تا اینکه یکی از آنها، G.H. هاردی، متوجه شد که رامانوجان قادر است حقایق ریاضی را حس کند و به دنیاهایی دسترسی داشته باشد که دیگران به سادگی توانایی آن را نداشتند. هاردی که خود دانشمند برجسته‌ای بود، به شوخی گفته بود بزرگترین خدمت او به ریاضیات کشف رامانوجان بوده است. پیش از آن که رامانوجان در سن 32 سالگی از دنیا برود، هزاران نتیجه زیبا و شگفت‌انگیز از دنیای ریاضی ارائه کرد که اغلب بدون اثبات بودند و بیش از 100 سال بعد ریاضیدانان همچنان در تلاشند تا خود را به نبوغ رامانوجان برسانند. یعنی چه رازی در ذهن این نابغه نهفته بود که توانست بدون هیچ آموزش و ابزار مدرنی حقایقی را ببیند که جهان علم تازه پس از 1 قرن به درک آنها رسیده است. سیرینیواسا رامانوجان در خانواده‌ای محترم اما فقیر در هند به دنیا آمد. آنها به طبقه برهمن‌ها تعلق داشتند که بالاترین طبقه در سیستم طبقاتی هند محسوب می‌شود. در جامعه سنتی هند که ریشه در مذهب هندو دارد، مردم به 5 طبقه تقسیم می‌شوند و برهمن‌ها اغلب به عنوان معلم یا روحانی فعالیت می‌کنند. با اینکه تعلق به این طبقه معمولاً به معنای ثروت بود، خانواده رامانوجان استثنا بودند و برای گذران زندگی اغلب مجبور می‌شدند مستاجرانی را در خانه کوچکشان بپذیرند. کانال نیوز تینک رامانوجان را کودکی ساکت و متفکر توصیف می‌کند که از مدرسه بیزار بود. او در ابتدا چنان در برابر سیستم خشک آموزشی مقاومت می‌کرد که خانواده‌اش مجبور شدند برای بردن او به مدرسه یک مأمور پلیس محلی را استخدام کنند. اما زمانی که خانواده در شهر کومباکونام ساکن شدند، نبوغ رامانوجان شروع به درخشیدن کرد. او نه تنها امتحانات را در نیمی از زمان مقرر تمام می‌کرد، بلکه معلمانش را نیز به چالش می‌کشید. در یکی از کلاس‌ها وقتی معلم توضیح می‌داد که هر عددی تقسیم بر خودش برابر با 1 می‌شود، رامانوجان 13 ساله پرسید: اما آیا 0 تقسیم بر 0 هم 1 می‌شود؟ اگر هیچ میوه‌ای را بین هیچ کس تقسیم کنیم، آیا باز هم هر کس 1 میوه می‌گیرد؟ او حتی به مدرسه در تنظیم جدول زمانی پیچیده 1200 دانش آموز و 36 معلم کمک می‌کرد، کاری که نیازمند محاسبات دقیق بود. در 16 سالگی اتفاقی افتاد که مسیر زندگی رامانوجان رو برای همیشه عوض کرد. دوستی از کتابخانه کالج محلی کتابی از جورج کار، ریاضیدان بریتانیایی به او داد که مجموعه‌ای از 5000 قضیه و فرمول ریاضی بود که پشت سر هم و تقریباً بدون هیچ توضیحی ردیف شده بودند. کتابی قدیمی که صرفاً برای کمک به دانشجویان جهت حفظ کردن فرمول‌ها برای امتحانات نوشته شده بود. برای اکثر دانش آموزان خواندن چنین کتابی مانند کابوس بود. اما برای رامانوجان این کتاب حکم جرقه‌ای در انبار باروت را داشت. رابرت کانیگل، زندگی نامه نویس رامانوجان، این کتاب را به جدول کلمات متقاطعی با خانه‌های خالی تشبیه می‌کند که التماس می‌کردند تا پر شوند. رامانوجان با شهود ذاتی خود این خانه‌های خالی را پر کرد و با روش‌های منحصر به فرد خودش و دور از استانداردهای آکادمیک شروع به کشف روابط بین اعداد کرد. رامانوجان پیوند عمیقی با مذهب داشت. او ریاضیات را یک مفهوم انسانی نمی‌دانست، بلکه آن را پنجره‌ای به ساختار جهان و افکار خداوند می‌دید. او بارها می‌گفت معادلات برای من هیچ معنایی ندارند مگر اینکه فکری از جانب خداوند را بیان کنند.
معروف است که او تمام کشفیاتش را مدیون الهامات الهه خانوادگیشان ناماگیری می‌دانست. در خواب تجربه‌ای شگفت‌انگیز داشتم. پرده‌ای سرخ رنگی دیدم که گویی از خون جاری شکل گرفته بود. من نظاره‌گر آن بودم. ناگهان دستی پدیدار شد و شروع به نوشتن بر آن پرده کرد. سراپا محو تماشا شدم. آن دست تعدادی انتگرال بیضوی نوشت. آن فرمول‌ها در ذهنم نقش بستند و به محض اینکه بیدار شدم آنها را روی کاغذ آوردم. بروس پرنت، ریاضیدان آمریکایی، در مصاحبه‌ای با فرانتلاین در سال 2013 گفته بود: بسیاری از مردم به اشتباه قدرت‌های ماورایی و عرفانی را به تفکرات ریاضی رامانوجان نسبت می‌دهند، اما این حقیقت ندارد. او با دقتی وسواسگونه تک تک نتایج را در 3 دفترچه خود ثبت کرده است. به گفته برنت، رامانوجان چنان وقت خود را صرف ریاضیات می‌کرد که حتی به معبد نمی‌رفت و همسر و مادرش اغلب غذا در دهان او می‌گذاشتند، زیرا فرصتی برای غذا خوردن نداشت. به گفته او، بیشتر داستان‌های مذهبی منتسب به رامانوجان ساخته و پرداخته دیگران است. با این حال، در پایبندی رامانوجان به احکام و آداب مذهبی هیچ تردیدی وجود نداشت. با وجود نبوغ سرشار، زندگی آکادمیک رامانوجان خیلی زود به بنبست رسید. او چنان غرق در ریاضیات شد که از درس‌های دیگر غافل ماند. در کلاس‌های تاریخ روم، او مشغول نوشتن فرمول‌های دیفرانسیل و انتگرال بود. نتیجه این شد که بورسیه تحصیلیش را از دست داد. فاجعه‌ای بزرگ برای خانواده‌ای که شهریه 1 ترم دانشگاه معادل 1 ماه و نیم درآمد پدرشان بود. فشار فقر و انتظارات خانواده باعث شد او از خانه فرار کند و حتی در کالجی دیگر ثبت نام کند، اما باز هم شکست خورد. در اوایل 20 سالگی او جوانی بیکار، بدون مدرک دانشگاهی و ناامید بود. رامانوجان تنها و منزوی روزها در اسکله بندر مدراس، بندر چنای امروزی، به عنوان کارمند ساده کار می‌کرد و شبها دفترچه‌هایش را با فرمول‌های جادویی پر می‌کرد. وقتی کاغذ کم می‌آورد، روی نوشته‌های قبلی با رنگی دیگر می‌نوشت. او می‌دانست این دفترچه‌ها تنها امید او برای نجات هستند. پس از اینکه ریاضیدانان محلی در هند نتوانستند عمق کار او را درک کنند، دوستانش او را تشویق کردند تا به غرب نامه بنویسد. سرانجام او به گاتفری هارولد هاردی، ریاضیدان برجسته در کالج ترینیتی کمبریج، نامه نوشت. هاردی و رامانوجان 2 قطب مخالف هم بودند. هاردی یک آتئیست سرسخت، عاشق کریکت، متنفر از سیاستمداران و هواشناسی انگلستان بود که به منطق محض اعتقاد داشت. رامانوجان اما مردی عمیقاً مذهبی و متکی به شهود بود. نامه رامانوجان در سال 1913 به دست هاردی رسید. جملات اول نامه ساده و تکان دهنده بود. من یک کارمند ساده در اداره بندر مدراس هستم. هیچ تحصیلات دانشگاهی ندارم، اما نتایجی به دست آورده‌ام که ریاضیدانان محلی آن را حیرت انگیز می‌خوانند. نامه 10 صفحه‌ای رامانوجان پر از نتایج فنی بود، از فرمول‌هایی برای شمارش اعداد اول که کاری غیرقابل پیش‌بینی است تا قضایایی در مورد حساب انتگرال. اما ادعای حیرت انگیز او شامل مباحثی در مورد سری‌های واگرا بود، جایی که جمع تمام اعداد مثبت صحیح 1، 2، 3 و غیره تا بی نهایت برابر با -1/12 میشد. ادعایی که در نگاه اول دیوانگی محض به نظر می رسید، اما بر پایه اصول پیشرفته‌ای از نظریه اعداد استوار بود. چطور ممکن است جمع بی نهایت عدد مثبت تبدیل به یک کسر منفی و کوچک شود؟ هاردی ابتدا فکر کرد این یک شوخی است، اما هرچه بیشتر به فرمول‌ها نگاه کرد، بیشتر حیرت زده شد. او با همکارش جان لیتلوود ساعتها روی این فرمول‌ها کار کردند و در نهایت به این نتیجه رسیدند: این فرمول‌ها باید درست باشند، زیرا اگر غلط بودند هیچ کس آنقدر تخیل نداشت که چنین چیزهایی را اختراع کند. آنها فهمیدند که با یک نابغه طرف هستند. ممکن است فکر کنید جمع رامانوجان بازی با اعداد است، اما نکته شگفت‌انگیز اینجاست
که -1/12 در فیزیک کوانتوم واقعاً کار می‌کند. مثلا نظریه ریسمان برای اینکه از نظر ریاضی سازگار باشد نیاز به 26 بعد دارد و محاسبات آن دقیقاً به این نتیجه وابسته است. یا در اثر کازیمیر، انرژی بین دو صفحه فلزی در خلاء با مجموع اعداد صحیح تا بی‌نهایت برابر است. اگر فیزیکدانان جواب را بی‌نهایت بگذارند، معادلات به هم می‌ریزد. اما اگر -1/12 بگذارند، نتیجه دقیقاً با آزمایش‌های آزمایشگاهی مطابقت دارد. هاردی مصمم بود رامانوجان را به انگلستان بیاورد، اما یک مانع بزرگ مذهبی وجود داشت. طبق قوانین سختگیرانه طبقه برهمن، سفر دریایی و عبور از آبهای آزاد گناهی بزرگ محسوب می‌شد که می‌توانست باعث طرد شدن فرد از طبقه اجتماعی اش شود. مادر رامانوجان به شدت مخالف سفر رامانوجان بود، اما یک رویا همه چیز را تغییر داد. مادر رامانوجان در خواب دید که پسرش در میان اروپایی‌ها نشسته و الهه ناماگیری به او دستور داد که مانع سرنوشت پسرش نشود. با این مجوز الهی، رامانوجان در سال 1914 سوار کشتی شد و به سمت انگلستان حرکت کرد. او لباسهای غربی پوشید و موهایش را کوتاه کرد، اما نمی‌دانست که این سفر قرار است برایش گران تمام شود. لندن و کمبریج برای رامانوجان دنیایی بیگانه بودند. شهری شلوغ، پرسر و صدا و آب و هوایی که هیچ شباهتی به گرمای جنوب هند نداشت. به گفته کانال فرن، او با آداب و رسوم غربی مشکل داشت. خوردن غذا با چاقو و چنگال برایش عذاب‌آور بود و آن را فرو کردن فلز سخت در دهان می‌دانست. با این حال همکاری او با هاردی شکوفا شد. آنها روزها روی دفترچه‌های رامانوجان کار می‌کردند. هاردی متوجه شد که رامانوجان به دلیل نداشتن آموزش رسمی بسیاری از قضایای اثبات شده را دوباره کشف کرده است، اما بخش بزرگی از کار او کاملاً جدید و انقلابی بود. یکی از مشهورترین داستان‌های همکاری آنها مربوط به زمانی است که هاردی با تاکسی شماره 1729 به دیدن رامانوجان رفت. هاردی گفت که این عدد خسته کننده و بی‌معنی است و امیدوار است برایش بدشانسی نیاورد. اما رامانوجان بلافاصله پاسخ داد: نه هاردی، این عدد بسیار جالبی است. 1729 کوچکترین عددی است که میتوان آن را به دو روش مختلف به صورت مجموع مکعب دو عدد نوشت. این عدد اکنون به عنوان عدد تاکسی شناخته می شود و رده‌ای از اعداد به نام تاکسی کپ نامبرز را در ریاضیات ایجاد کرد. همزمان با درخشش علمی رامانوجان، جنگ جهانی اول اروپا را در تاریکی فرو برد. کمبود مواد غذایی شرایط را برای او که گیاهخوار سختگیری بود غیر قابل تحمل کرد. او اغلب فقط برنج و ماست می‌خورد و گاهی تنها با لیمو و نمک سر می‌کرد. سرمای هوا نیز بلای جانش شده بود. در یک خاطره تلخ، دوستی او را در اتاقش دید که از سرما می‌لرزید و با پالتو خوابیده بود، در حالی که پتوها را مرتب و تا شده روی تخت گذاشته بود، چون رامانوجان نمی‌دانست که باید زیر پتو برود، نه اینکه آنها را مثل رو تختی استفاده کند. کمبود تغذیه و استرس باعث شد او به بیماری سل یا مشکلات شدید گوارشی مبتلا شود. او 2 سال را در آسایشگاه‌ها و بیمارستان‌های مختلف گذراند. نامه‌های همسرش کمتر به دستش می‌رسید و احساس تنهایی و افسردگی او را احاطه کرده بود. در اوج ناامیدی، رامانوجان در یکی از ایستگاه‌های متروی لندن خود را جلوی قطار انداخت. نگهبان توانست قطار را متوقف کند و او زنده ماند، اما دستگیر شد، چون خودکشی در آن زمان جرم بود. هاردی با نفوذ خود پلیس را قانع کرد که این مرد یک نابغه ملی است و نباید زندانی شود. در سال 1918 در حالی که رامانوجان در بستر بیماری بود، خبر رسید که او به عنوان یکی از جوانترین اعضای تاریخ انجمن سلطنتی رویال سوسایتی انتخاب شده است. یکی از بالاترین افتخارات علمی که نام‌هایی چون نیوتن و داروین را در خود داشت. دلیل اصلی این انتخاب فعالیتش روی توابع بیضوی یا الیپتیک فانکشنز بود. توابعی که می توانند حرکات پیچیده،
مانند حرکت سیارات به دور خورشید را که نه دایره کامل است و نه بیضی دقیق توصیف کنند. این توابع مانند نقشه‌ای با جزئیات فوق‌العاده دقیق از رقص اجرام سماوی هستند. کمی بعد دانشگاه مدراس به او پیشنهاد حقوق سالانه داد و رامانوجان تصمیم گرفت به هند بازگردد. اما وقتی به هند رسید، مردی تکیده، رنگ پریده و افسرده بود. با این حال، حتی در بستر مرگ، در حالی که از درد به خود میپیچید، دست از ریاضی نکشید. او در آخرین نامه خود به هاردی درباره کشف جدیدش به نام توابع ماک تتا نوشت که دهه‌ها بعد توسط ریاضیدانان رمزگشایی شدند. رامانوجان در 26 آوریل 1920 و تنها در سن 32 سالگی در کومباکونام از دنیا رفت. ریاضیدانان سراسر جهان او را نابغه‌ای شگفت‌انگیز می‌دانستند و اغلب جایگاهی همتراز با بزرگانی همچون لئونارد اویلر و کارل ژاکوبی برایش قائل بودند. رامانوجان از خود 3 دفترچه یادداشت و دسته‌ای از اوراق که به دفترچه گم شده معروف است به جا گذاشت. مجموعه‌ای حاوی بسیاری از نتایج منتشر نشده که ریاضیدانان تا سالها پس از مرگش مشغول بررسی و اثبات آنها بودند. زندگی و دستاوردهای علمی او در فیلم مردی که بی‌نهایت را می‌شناخت 2015 به تصویر کشیده شده است.